امیرالمؤمنین داشتن میرفتن به سمت مسجد، 2 نفر رو در مسیر دیدن. آقا بهشون گفتن کجا میرید؟ گفتن یا امیرالمؤمنین داریم میریم سر سفره معاویه، خیلی دستپختش خوبه، امشبم مرغ درست کرده، مرغ شکمپر با نوشابه قوطی پپسی، گفته سریع خودتونو برسون. کیا بودن؟ از محبای امیرالمؤمنین بودن. گفتن آقا تا شما نمازو بخونی، منبر رو شروع کنی، ما سر سفره معاویه مرغ شکمپر رو زدیم با نوشابه پپسی، بعدش میایم خدمت شما. امیرالمؤمنین فرمودن و ابغضوا عدوکم، با دوستان ما دوست، با دشمنای ما دشمن. دستپخت معاویه خوب بود، قید علی رو زدی. سالنگی چی گفتنی دارید؟ ما درباره چی برای نور آقای سالنگی، ما هم خاندان نور آقای سالنگی تگایم، ما هم مرغش میگویم. اگر نور آقای